اگر تو برای خودت ارزش قائل نباشی، جهان برای تو ارزش قائل نیست. دوستان ازتون میخوام که برای خودتون ارزش قائل باشید. این به این معنی نیست که به بقیه کمک نکنید. این به این معنی نیست که بقیه مهم نیستن. به این معنی که بقیه مهمن، اما نه مهمتر از تو. باید به بقیه کمک کنی، اما اول باید به خودت کمک کنی. این یه باور اشتباه است که به ما گفتن که یک انسان خودخواه خودش رو اول میبینه و بقیه رو دوم میبینه. دوستان باور کنید همه ما به یک اندازه به خداوند نزدیک هستیم. همه ما به یک اندازه به نعمت‌های خداوند نزدیک هستیم. تو نمیتونی به کسی کمک کنی من که خودش بخواد که به خودش کمک کنه. تو نمیتونی با فدا کردن و قربانی کردن خودت زندگی کسی رو تغییر بدی مگر که خودش بخواد زندگی خودش رو تغییر بده. و اگر خودش بخواد تو دیگه مهم نیستی اصلا. جهان بهش کمک میکنه، خداوند بهش کمک میکنه. این باور بیماریزا رو از ذهنمون ببریم بیرون که ما به دنیا آمدیم تا به بقیه خدمت کنیم.